سکته مغزی بیماری که تو ایران شیوع خیلی بالایی داره. جالبه بدونی تو این بیماری زمان میتونه خیلی نجات بخش باشه. پس اگه میخوای بدونی تو این زمان باید چیکار کنی تا آخر ویدیو همراه من باش. من دکتر اسکویانم. اینجا چنل نسخه است. ما تو چنلمون راجع به بیماری ها و مباحث مرتبط با سلامت صحبت میکنیم. اگه تو هم سلامتیت برات مهمه، ویدیو رو لایک کن، چنلمون رو سابسکرایب کن و برامون کامنت بذار. حالا بهت بگم مثلا سکته یعنی چی؟ سکته وقتی اتفاق میفته که به یه ناحیه از مغز شما خونرسانی به درستی انجام نشه. از اونجایی که بافت مغز بافت به شدت حساسیه در مقابل خونرسانی، حتی اگه مدت کوتاهی بهش خونرسانی به درستی انجام نشه، دچار مرگ سلولی میشه و اون ناحیه از مغز شما کارایی خودش رو از دست میده. به این فرایند سکته میگم. همونطور که تو شکل بالا دارین میبینید، این ساختمان عروقی یک مغز طبیعی هستش. 4 تا رگ اصلی ما داریم که خونرسانی به بافت مغز رو به عهده دارن. اگر هر کدوم از این 4 تا رگ اصلی یا شاخه‌هاش دچار انسداد، بستگی یا دچار پارگی بشن، شما دچار سکته میشین. خب حالا ما اصلا از کجا بفهمیم یه فردی سکته کرده؟ ما برای اینکه به خاطر بسپاریم که علائم سکته چی هستش، کلمه فس رو داریم. Fش مخفف فیشیال دروپلینگ هستش یا افتادگی صورت که یه ور صورت فرد دچار فلج و افتادگی میشه. Aش مخفف آرم ویکنس هستش که ضعف ناگهانی توی یک اندام یا 2 اندام در یک سمت هستش. خیلی بعیده که 4 اندام فرد توی یک سکته با هم دچار ضعف یا فلج بشه. اسش مخفف اسپیچ دیفیکالتیز هستش که فرد به طور ناگهانی دچار این میشه که اختلال تکلم پیدا کنه و نتونه مثل سابقش صحبت بکنه. و تی هم مخفف تایم هستش که نشون دهنده اینه که همه اون علائمی که در قبل بهتون گفتم به طور ناگهانی باید ایجاد بشه، نه اینکه به طور مزمن و رفته رفته ایجاد بشه. یعنی اگه فرد دچار اختلال تکلم میشه، یهو امروز از خواب بیدار میشه، باید دچار این اختلال شده باشه. اینا علائمی هستش که ما وقتی از بیرون میبینیم شک میکنیم که فرد دچار سکته مغزی شده. ممکنه فرد علائم دیگه‌ای هم داشته باشه که این بسته به این که کدوم ناحیه از مغزش دچار آسیب شده باشه. همونطور که تو شکل بالا میبینید، هر بخش مغز ما یه سری فعالیت خاص داره و بنا به این که اون ناحیه از مغز دچار سکته بشه، اون عملکرد تو فرد مختل میشه. مثلا اگر شما دچار سکته توی لوب پس سریتون بشین، ممکنه دچار علائم بینایی بشید. یعنی یا مثلا شما تاری دید پیدا کنید، یا دچار یک کوری گذرا یا حتی کوری دائمی بشید. حالا همه اینا رو گفتم که به این برسیم. اگر با توجه به علائمی که بهتون گفتم شما شک کردید که یه فردی دچار سکته مغزی شده، اصلا زمان رو از دست ندید. سریعا فرد رو به اولین مرکز درمانی بیارید، چون زمان اینجا خیلی نقش مهم و تعیین کننده رو داره. هر چقدر شما فرد رو زودتر به مرکز درمانی بیارید، ممکن اون علائم زودتر برگشت بپذیره و حتی ممکنه فرد سلامتیشو دوباره مثل روز اولش به دست بیاره. اینم بهتون بگم که ما 2 مدل سکته داریم، سکته هموراژیک و سکته ایسکمیک، که روش درمانی این 2 تا سکته کاملا با همدیگه متفاوته و برای اینکه ما بین این 2 مدل سکته افتراق بدیم از همدیگه، باید سی تی اسکن یا ام آر آی از فرد گرفته بشه. خب اول از سکته هموراژیک شروع میکنم. این مدل سکته وقتی اتفاق میفته که اون رگی که داخل مغز شما هستش پاره بشه و خونریزی یا داخل بافت مغز صورت میگیره یا خارج بافت مغز صورت میگیره. و علائمی که این سکته داره، اگه بخوام خیلی کلی بهتون بگم، علائمی که فرد داره خیلی بدحالتر مریض نسبت به فردی که سکته ایسکمیک داره. ممکنه تهوع، استفراغ، فشار خون بالا داشته باشه. عوامل خطرساز این سکته چی هستن؟ عوامل خطرسازش میتونیم به فشار خون اشاره کنیم، میتونیم به اختلالات انعقادی اشاره کنیم، میتونیم به آسیب و ضربه مغزی و سرطان ها و بدخیمیا اشاره کنیم. جالبه بدونید که مهمترین ریسک فاکتور این مدل سکته فشار خون بالا هستش. طبق آخرین تحقیقاتی که انجام شده، اگر شما فشار خونتون رو کنترل کنید تا 50% میتونید ریسک ابتلا به این مدل سکته رو کاهش بدین. در ضمن ما یه ویدیویی در ارتباط با فشار خون برات درست کردیم که لینکش این بالا برات میذارم، کلیک کن حتما اونو ببین. درمان سکته هموراژیک چیه؟
برای درمان سکته هموراژیک ما 2 تا کار میکنیم. اول از همه اون عامل زمینه‌ای که باعث سکته هموراژیک شده رو باید برطرف کنیم. یا فرد مشکل انعقادی داشته، مشکل انعقادیشو با دارو رفع میکنیم، یا در اثر اون خونریزی لخته یا هماتومی تشکیل شده که به روش جراحی ما اون لخته و هماتوم رو برمی‌داریم، یا در زمینه فشار خون بالا بوده که این اتفاق برای فرد افتاده که به طور تدریجی و کم کم فشار خونش رو میاریم پایین. و در قدم بعدی کاری که برای فرد میکنیم اقدامات حمایتی هستش که مهمترین اون اقدام حمایتی اینه که فشار داخل مغزش رو باید کاهش بدیم. یه سری داروهایی مثل سرم مانیتور و داروهایی مثل استوزالومید. نوع دوم سکته مغزی یا سکته ایسکمیک که شایع ترین نوع سکته مغزی هستش و 85% سکته‌های مغزی رو شامل میشه، خودش باز 2 مدل داره. مدل اولش یا ترانزیت ایسکمیک اتک هستش که زیر 24 ساعت این سکته و علائم برمیگرده خوشبختانه. نوع دومش اکیوت ایسکمیک اتک هستش و علائم بیش از 24 ساعت باقی میمونه. از ریسک فاکتورهای این مدل سکته میتونیم به سیگار، هایپرتنشن یا فشار خون بالا و دیابت و چربی بالا اشاره کنیم. این سکته 3 تا حالت داره. حالت اول وقتی هستش که فرد اکسیژن مناسبی به مغزش نرسه. این مثلا حالت وقتی اتفاق میفته که یا فرد دچار ایست قلبی شده یا دچار نارسایی شدید تنفسی شده. یه حالت دیگهش اینه که یه لخته‌ای مثلا توی پا، توی قلب، یه جایی از بدن وجود داره که این لخته ناگهان پرتاب میشه و یکی از رگ‌های مغز رو میبنده و فرد دچار سکته میشه. یکی دیگه از حالت‌ها وقتی هستش که فرد به مرور زمان که یکی از رگ‌های مغزش آسیب دیده، دچار یه پارگی خیلی خفیفی شده، کم کم پلاک‌های چربی میاد سوار میشه و به مرور زمان اون رگ بسته میشه و فرد دچار سکته میشه. برسیم به درمان این مدل سکته. درمان این مدل سکته به این شکل هستش که اگر شما توی 4.5 ساعت اول رسوندین خودتون رو به بیمارستان، ما یه سری داروهایی رو داریم مثل دارو رتپلاز، آلتپلاز و از این دسته داروها که این با تزریق این دارو به شما باعث میشه که اون لخته‌ای که رگ شما رو بسته اون لخته حل بشه و مسیر خونرسانی دوباره برقرار بشه و اون آسیب، اون حالا نقص نورولوژیکی که براتون پیش اومده برطرف بشه. ولی اگه بعد 4.5 ساعت اومدین متاسفانه یه خورده پروگنوز بدتر میشه و ما از یک سری روش‌های درمانی دیگه مثل داروهای مثل آسپرین و استاتین براتون استفاده میکنیم. در ارتباط با این مدل سکته اینم لازمه بهتون بگم که متاسفانه دیده شده فردی که یک باری مدل سکته رو میگیره مجددا دچار این مدل سکته میشه. پس برای اینکه ما بخوایم کاهش بدیم ریسک این بیماری رو در فرد، یک سری کارهایی رو انجام میدیم. اول از همه خیلی لازمه که فرد مرتباً ویزیت متخصص مغز و اعصاب بشه. در قدم بعدی ریسک فاکتورها رو ما در فرد کاهش میدیم. یعنی چی؟ یعنی که اگه فرد سیگاری هستش میگیم آقا سیگارتو ترک کن. اگه فرد چربی خون بالایی داره سعی میکنیم با درمانهای دارویی مثل آتروستاتین چربی خون فرد رو کاهش بدیم. اگه فرد دیابت داره، قند خون بالا داره، طبق نظر متخصص غدد میگیم قندشو کنترل کنه، قندشو کاهش بده. و یه سری از درمانهای دارویی هم هست مثل آسپرین که ریسک لخته شدن و ترومبوز توی رگ رو کاهش میده و طی طولانی مدت میگیم این دارو رو مصرف کنه که ریسک لخته شدن کاهش پیدا کنه و خیال فرد از اینکه دوباره مبتلا به این سکته بشه راحت بشه. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. لطفاً با لایکاتون به ما انرژی بدین، چنلمون سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. اینجا چنل نسخه است، نسخه ما برای شما سلامتیتونه. خیلی ممنون، خدا نگهدار.